خب دوستان عزیز، ادامه درسمون رو پی بگیریم. گفته عدد مقابل رو به صورت نماد علمی بنویسید. خب یه توضیح کوتاه در مورد نماد علمی مرور بشه. نماد علمی میدونید برای نوشتن اعداد بزرگ و کوچیک که خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک باشن، چون هم خوندن و نوشتنشون سخته، میایم از این روش استفاده میکنیم. حالا توی روش نماد علمی ما اعداد رو به این شکل می‌نویسیم. معمولا یه عدد اعشاریه که قبل از اعشار اینجا این عددی که داریم یک عدد یک رقمیه. عدد یک رقمی یعنی چی عدد یک رقمی؟ یعنی بین 1 تا 9. 9 خورده، مثلا میگیم 1 خورده، 2 خورده، 3 خورده. بعد اینجا دیگه اعشارشه، بعد ضرب در 10 به توان یه چیزی. اون عدده هم میتونه مثبت باشه هم منفی باشه. پس ما باید عدد رو این شکلی تبدیل کنیم. اینجا یه عدد یک رقمی باشه، مثلا 27 خورده ای نباشه، 2 خورده ای باشه، 3 خورده ای، 1 خورده ای، و به همین ترتیب تا 9 خورده ای، مثلا 10 و نیم نباشه. باید عددمون یک رقمی باشه. الان میگه این رو به صورت نماد علمی بنویسید. خب اجازه بدید من این رو همینجا بنویسم. 920 بعدش 4000. خب این عدد رو میخوام به شکل نماد علمی بنویسم. ببینید شما باید ممیز رو جوری جابجا کنید که عددتون یک رقمی بشه. خب الان این که ممیز نداره. اگر عددی ممیز نداشت دوستان، اون ممیز شما همیشه آخر عدد در نظر میگیریم. میگیم ممیزه اینجا بوده، چون بعدش چیزی نبوده دیگه ممیز رو پاک کردن. حالا من باید ممیز رو چیکار کنم؟ بیارم کجا؟ میگم باید بین 1 تا 9 باشه، بین 1 تا 10 باشه در واقع. خب ممیزه باید بیاد اینجا بشه 9 خورده ای. پس این رو این شکلی می‌نویسم، میگم 9 ممیز 204. این سه تا صفرش هم چون بعدش چیزی نداره ارزشی نداره. خب اما آیا این دوتا با هم مساوی ان؟ مشخصه که این با این مساوی نیست. این خیلی از این بزرگتره. پس باید جبران کنیم براش. چجوری جبران کنیم؟ میگم این ممیزه باید بره سر جای اولش. سر جای اولش یعنی بیاد اینجا. خب چند تا باید حرکت کنه؟ 1 2 3 4 5 6. 6 تا باید ممیزمون حرکت کنیم. پس میگم ضرب در 10 به توان 6 میکنم. ضرب در 10 به توان 6. پس این اگر توی حرکت کردن آخرتون که خواستید ممیز رو برگردونید سر جای خودش، اگر به سمت راست رفتید جلو، به سمت جلو رفتید توانتون مثبته، به سمت چپ اومدید توانتون منفیه. الان این رو ببینید، میگه قطر یک گلبول قرمز اینه. میگه این رو به صورت نماد علمی نشون بدید. خب من اجازه بدید عدد رو فعلا بنویسم. چند تا صفره؟ 1 2 3 4 5 6. 6 تا صفر بود یا 5 تا؟ 5 تا صفر و یه دونم هفته. خب گفتیم ممیزه باید جوری جابجا بشه که عدد یک رقمی بشه. خب ممیزه باید بیاد آخر در واقع بشه 7، بعدش هم که هیچی نیست. خب پس این رو من می‌نویسم 7. حالا آیا این با این مساوی؟ مشخصه که مساوی نیست. پس میگم ضرب در 10 به توان یه چیزی. خب اون چیزه چیه؟ ممیز رو کجا آوردم؟ از اینجا بردم اینجا. الان باید برگردونم سر جای اولش. خب چند تا میام عقب؟ 1 2 1 2 3 4 5 6. اینم 6 تا میاد عقب. پس میشه 10 به توان منفی 6. 7 ضرب در 10 به توان منفی 6. پس دقت کنید 5 تا صفر یه دونم 7 آوردیم عقب، میشه 7 به توان 7 ضرب در 10 به توان منفی 6. اجازه بدید یه چند تا مثال دیگه هم از این قسمت حل کنیم که بیشتر و بهتر متوجه بشیم. فصل 4 نماد علمی. ببینیم مثلا داریم نماد علمی سوال براش؟ نه، سوال اینجا نذاشتم. پس از همون خودم یه 2 تا براتون بنویسم. خب ببینید مثلا میخوایم این رو به شکل نماد علمی بنویسیم. یا گفته اینا رو به صورت نماد علمی بنویس. گفتیم چیکار میکنیم برای بالایی؟ میگم ممیزش کجاست؟ اینجاست، آخرشه. باید بیاد کجا؟ بیاد
اینجا بشه 4 × 37. 4 × 37. اما این دوتا با هم برابر نیستن دیگه. خیلی مشخصه که این از این خیلی بیشتره. برای اینکه جبران بشه میگم ضرب در 10 به توان چی؟ باید ببینم چند تا ممیز رو باید برگردونم سر جاش. از اینجا باید برگردونم سر جای اولش. چون میرم جلو توانم هم مثبت 1 2 3 4 5 6 7 8 10 به توان 8. برای این یکی ممیز باید بیاد کجا؟ ممیز اینجاست، باید بره اینجا، بشه 4 و 9 دهم. خب حالا من باید ممیز رو برگردونم سر جای اولش. ببین ممیز رو میارم سر جای اولش، چون برگشتم توانش هم منفیه. حالا چند تا برمیگردم؟ یه دونه 4، بعد صفرامون هم 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 تا ضرب در 10 به توان چی؟ منفی 8. دقت کنید چون برگشتیم میشه منفی 8. حالا بعضی وقتا برعکس این رو میدن. یعنی چی؟ یعنی عدد رو به صورت نماد علمی برات مینویسن، میگن نمایش اعشاریش رو بنویس. یعنی این رو به ما دادن، میگن نمایش اعشاریش رو بنویس. حالا اجازه بدید من یه مثال دیگه بنویسم، همین رو حل نکنم. خب اینجا بنویسم. مثلا گفته یا میگه اینا رو به صورت نماد علمی بنویس. توی حالتی که توانمون مثبته ما ممیز رو میبریم جلو. الان اینجا توان چون مثبته، میگم این ممیزه باید 7 تا بره جلو، به تعداد توان میره جلو. ممیزه اینجاست باید 7 تا ببرم جلو. خب 1 2 3 ندارم دیگه، 0 میذارم، 4 5 6 اینم 7. ممیزه میره آخر، چون آخرش هم چیزی نیست ممیز رو نمینویسیم، ممیز رو پاک میکنم. خب توی این یکی دوباره عدد رو مینویسم. خب عدد رو مینویسم. ممیز اینجاست باید 4 تا چیکار کنم؟ اجازه بدید اینجا نمیشه این شکلی نشم. 293. ممیزه اینجاست چون توانش منفیه، 4 تا باید بیام عقب. 1 2 3 4. 4 تا میام عقب، ممیز رو اینجا میذارم به این صورت. اینم از این. خب این تموم شد. حالا گفته در جای خالی یکی از این علامت ها رو بذار. علامت بزرگتر، مساوی یا کوچیکتر. خب ببینید آیا این دوتا با هم مساوی هن؟ خب میتونیم محاسبه کنیم. اولا رادیکال 4 رو بلدیم، میشه چقدر رادیکال 4؟ میشه 2. خب رادیکال 5 از 4 که بیشتره دیگه، از رادیکال 4 بیشتره، پس این دوه اینم 2 خورده ایه. حالا 2 2 دهم، 2 2 دهم مثلا. میدونیم دیگه چون این رادیکال 4 میشه 2، این حتما باید از این بیشتر باشه. حالا 2 نیست، 2 1 دهم، 2 2 دهم، مهم نیست. مهم اینه که میدونیم از 2 بیشتره. این چی؟ 5 به اضافه 4 میشه چی؟ میشه 9. پس این میشه رادیکال 9. رادیکال 9 میشه چی؟ میشه 3. خب این شد 3. این شد 2 به اضافه 2 2 دهم میشه 4 و 2 دهم. خب کدوم بیشتره؟ مشخصه که این بیشتر. در حالت کلی دوستان این رو قبلا توی کلاس 8 یاد گرفتیم. گفتیم اگر دو تا رادیکال داشتی، رادیکال A به اضافه رادیکال B، شما نمیتونید بگید این مساویه با A به اضافه B، یعنی توی یه رادیکال بذاری. همچین چیزی برای جمع و برای تفریق نداریم. اینجا به اضافه یا منها باشه فرقی نداره. اما برای ضرب و تقسیم چرا؟ اگر رادیکال A ضرب در رادیکال B داشتیم، میتونیم اینا رو توی یه رادیکال بنویسیم، بگیم A ضرب در B، رادیکال A B. مثلا رادیکال 4 ضرب در رادیکال 9. میتونم بنویسم رادیکال 4 9 تا 36 تا، ولی به اضافهش نه. خب این از این. حالا میرسیم به اتحادها. میگه حاصل رو به کمک اتحادها به دست بیارید. خب یه مروری بکنیم روی اتحادهای سال 9. ببینید ما 3 تا اتحاد داشتیم توی سال 9. یه مرور سریع داشته باشیم. اتحاد اولمون اتحاد مربع دو جمله‌ای بود. دومین نوع اتحاد مزدوج بود. سومیش اتحاد جمله مشترک.
3 تا اتحاد بودن. خب. اتحاد مربع دو جمله همونطور که از اسمش هم مشخصه 2 تا جمله است، داخل یه پرانتزه که توان 2 داره. مربع یعنی توان 2. مثلا A به اضافه B. اتحاد مربع دو جمله شکلش این شکلیه، یه پرانتز 2 تا جمله داخلش هست. حالا این جملات میتونه هر چیزی باشه، توان 2 داره. این وسطش میتونه مثبت یا منفی باشه، مهم نیست چه مثبت باشه چه منفی، هر دوتاش میشه اتحاد مربع دو جمله. جوابش رو چجوری به دست میآوردیم؟ توی جوابش گفتیم این 2 تا جمله رو هر دو رو به توان 2 میرسونیم. در واقع میگفتیم اولی به توان 2، دومی هم به توان 2، هر چیزی باشه. این وسط میگیم اگر به اضافه باشه، این که حتما به اضافه است، اینم به اضافه است، توان 2. این وسط اگر به اضافه باشه ما به اضافه میذاریم، جمع میذاریم. اگر منفی باشه ما منفی میذاریم. میگفتیم 2 برابر ضرب این دوتا، یعنی اولی در دومی. اولی اینم دومی. این رو باید بلد باشید. پس جواب اتحاد مربع دو جمله‌ای چه شکلی؟ اولی به توان 2 به اضافه یا منهای 2 برابر اولی در دومی به اضافه دومی به توان 2. یعنی اینجا با همین A و B اگه بخوایم بریم میگیم A به توان 2 به اضافه یا منهای 2 برابر اولی یعنی A در دومی یعنی B به اضافه دومی هم به توان 2 یعنی B به توان 2. خب الان مثلا مثال بزنم براش. گفته 3x به اضافه 5 به توان 2. میگه این را حل کنید. خب چیکار میکنم؟ چجوری حل میکنم؟ میگم اولی به توان 2 یعنی 3x رو به توان 2 میرسونم. بعد چون اینجا به اضافه است به اضافه میذارم. گفتیم 2 برابر اولی در دومی. 2 تا پرانتز باز کنید. پرانتز اول اولی رو توش بنویسید، پرانتز دوم دومی، 5 رو بنویسید و نهایتا آخر کار دومی هم به توان 2، 5 به توان 2. حالا این رو محاسبه میکنیم. 3x به توان 2، هر دو باید به توان 2 برسن. 3 به توان 2 میشه 9، x هم به توان 2، 9x به توان 2 به اضافه اینجا چون به اضافه بود ما به اضافه گذاشتیم. اینا ضرب بینشون، این سه تا رو باید در هم ضرب کنید. 2 3 تا 6 تا 6 5 تا 30 یه دونه x هم داره، حواستون باشه. 5 به توان 2 هم میشه 25. این از اتحاد چی دوستان؟ اتحاد مربع. حالا اجازه بدید الان اینم اتحاد مربع دیگه. 2 تا جمله است. خب 2 تا جمله به توان 2. میگیم اولی به توان 2 یعنی رادیکال 3 به توان 2 به اضافه 2 برابر 2 تا پرانتز بکش که همیشه ثابت باشه و یادت بمونه، به اضافه دومی هم به توان 2، 1 به توان 2. الان این رو باید محاسبه کنم. خب رادیکال 3 به توان 2، رادیکال 3 به توان 2 میدونیم توان 2 و رادیکال حذف میشن، ولی گفتیم توی قدر مطلق بذارید که اینجا لازم نداره چون 3 مثبته. یا میتونیم بگیم رادیکال 3 به توان 2 یعنی چی؟ یعنی رادیکال 3 رو دوبار خودت ضرب کن دیگه. خب 3 3 تا میشه 9، رادیکال 9 میشه چی؟ میشه 3. پس این میشه 3 به اضافه، حالا این رو میخوایم حل کنیم، 2 ضرب در 1 که میشه 2، 2 ضرب در رادیکال 3 همون 2 رادیکال 3 به اضافه 1 به توان 2 میشه چقدر؟ 1 به توان 2 همون میشه 1 دیگه. خب بیشتر از این ساده میشه. این دوتا شبیه همن، هر دوتا عدد خالی هن، پس با هم جمع میشن. 3 و 1 میشه 4 به اضافه 2 رادیکال 3. این دوتا ولی با هم جمع نمیشن، عدد رادیکالی با غیر رادیکالی جمع نمیشه. این از اتحاد مربع. حالا اتحاد مزدوج رو اجازه بدید من اینجا بنویسم براتون. البته اتحاد مزدوج رو قبلا هم داشتیم دیگه، این رو براتون توضیح نمیدم چون توضیح دادم قبلش. گفتیم اگر 2 تا پرانتز باشه مثل این، خب 2 تا پرانتز باشه و جمله های داخل پرانتزها عین هم باشن، میگیم اتحادمون چیه؟ اتحاد مزدوجه. حالا اتحاد مزدوج جوابش چجوری بود؟ گفتیم اولی به توان 2 منهای، اینجا منها حواست باشه، منهای دومی به توان 2. خب اولی چیه الان؟ x به توان 2 منهای دومی به توان 2. دومی چیه؟ 4 رو به توان 2 برسون، یعنی 4 تا میشه 16. 8 ننویسی ها، x به توان 2 منهای 16. یه دونه اتحاد میمونه که اونم اتحاد جمله مشترکه، اون رو هم اینجا براتون توضیح بدم. اتحاد جمله مشترک. خب اتحاد جمله مشترک دوستان مثل اتحاد
مزدوج 2 تا پرانتز داریم، اما فقط یکی از جمله هاشون شبیه همه. اولیشون مثل همه، دومی ها عین هم نیستن. مثلا یکیش مثبت 7 باشه، یکیش هم منفی 10 باشه. خب این الان یه اتحاد جمله مشترکه، یکی از جمله هاشون مشترکه. توی جواب اتحاد جمله مشترک 3 تا جمله داره جوابش، 3 قسمت داره. قسمت اول میگیم اون چیزی که مشترکه، اون چیزی که مشترک هست این رو به توان 2 برسونید. اونی که مشترکه به توان 2، یعنی x به توان 2. بعد میای چیکار میکنید؟ توی مرحله بعدی اون دوتایی که مشترک نیستن، اونایی که مثل هم نیستن رو با هم جمع کنید. یعنی این 7 رو با این منفی 10 جمع کنید، مثبت 7 و منفی 10 رو با هم جمع کنید. توی مرحله بعدی میگم مثبت 7 و منفی 10 میشه منفی 3. خب حالا چیکار میکنین؟ ضرب در جمله مشترکه باید بشه، ضرب در x. و توی مرحله آخر همینایی که در هم ضرب کردی رو، همینایی که در هم با هم جمع کردی رو در هم ضرب کن. مثبت 7 ضرب در منفی 10، مثبت در منفیش میشه منفی 7 ضرب در 10 میشه 70. این از اتحاد جمله مشترک. الان یه دونه دیگه حل کنیم. مثلا میگه 5x منهای 4 در 5x منهای 9. میگه اینو حل کن. خب من یه نگاه میندازم میبینم که خب 5x اینم 5x مثل همن، پس این دوتا شبیه همن، جمله مشترکمون مشخص شد. این دوتا هم جمله غیر مشترکن، منفی 4 و منفی 9 غیر مشترکن. پس اتحادمون اتحاد جمله مشترک. جواب اینجوری بود، گفتیم جمله مشترک به توان 2، 5x به توان 2. خب 5 5 تا 25 میشه 25x به توان 2. توی مرحله بعدی چیکار میکردی؟ مرحله بعدش این دوتایی که مشترک نبودن رو جمع میکردید. میگی منفی 4 به اضافه منفی 9 میشه منفی 13. مثبت 13 ننویسی ها. بعضی میگن منفی در منفی. مگه ضرب میکنیم؟ میگیم جمع میکنیم، این دوتا رو جمع میکنیم. اینجا شما 4 تا بدهی داری، اینجا 9 تا بدهی داری، کلا 13 تا هم بدهیه. چون بدهیه میشه منفی 13. اما دقت کنید اینجا بعد در x ضرب کردم. چرا x؟ چون x مشترک بود. اینجا ولی چی مشترکه؟ 5x. پس شما باید در 5x ضرب کنید که منفی 13 ضرب در 5 میشه 65، میشه منفی 65x. پس این قسمت میشه منفی 65x. خب و در مرحله آخر این دوتا رو در هم ضرب میکنیم، منفی در منفی میشه مثبت، 4 نوتا میشه 36 تا. به این صورت به دست اومد. اینم از اتحادها که مرور کردیم. توی اتحادها معمولا دوتا اول مربع و مزدوج به همین صورت سوال میاد. اتحاد جمله مشترک بیشتر تجزیهش مهمه که اون رو هم بررسی میکنیم. خب الان گفته عبارت مقابل را کامل کنید، در واقع تجزیه کنید. خب ببینید برای تجزیه دوستان، تجزیه ببینیم چی هستن، یه مروری روی تجزیه هم داشته باشیم، خیلی مهمه. هم توی فصل 5 اهمیت داره تجزیه، هم برای فصل 7 هم خیلی مهمه. یعنی شما باید تجزیه رو حتما بلد باشید. خب تجزیه دوستان یعنی تبدیل به ضرب، یعنی یه عبارتی رو به ضرب 2 تا یا چند تا عبارت تبدیل کنیم، تبدیل به ضرب. تجزیه معنیش اینه. خب برای تجزیه ما 2 تا راهکار داریم. یکی فاکتورگیریه، یکی استفاده از اتحادها. خب فاکتورگیری ها رو اجازه بدید من مثال هاش رو ببینم دارم اینجا، از روی اون براتون حل کنم بهتره. خب فصل 5 اتحاد مزدوج. بله. خب ببینید توی تجزیه دوستان، توی تجزیه شما باید نگاه کنید، این رو نگاه کنید. توی تجزیه ما باید نگاه کنیم ببینیم توی 2 تا جمله یا اگه مثلا 3 تا جمله‌ن آیا چیز مشترکی وجود داره بین همشون. خب الان بین این 2 تا جمله چی مشترکه؟ A مشترکه، اون رو به عنوان عامل مشترک می‌نویسم. بعد میگم چیکار میکنم؟ میگم
حالا من این A رو از هر دوتا ور میدارم، یعنی اینجا AB بود، A شو که برداشتم چی میمونه؟ B میمونه. B رو داخل پرانتز می‌نویسم. به اضافه اینجا AC بود، خب A شو برداشتم در واقع تقسیم بر A میکنم، C میمونه. به همین راحتی. این رو ببینید 8x به توان 2 به اضافه 12x. بین 8 و 12 چه چیزی مشترکه؟ یعنی هر دو رو میتونم بر چه عددی ساده کنم؟ هم بر 2 میتونم ساده کنم، هم بر 4 میتونم ساده کنم. برای ساده کردن عدد بزرگه بهتره، هر چی بزرگتر باشه بهتره. پس میام هر دو رو میگم بر 4 ساده میکنم، در واقع بر 4 تقسیم میکنم. اینجا x به توان 2 دارم، اینجا x دارم. خب این توانش یکه. شما باید یکی رو بنویسید، یه چیزی رو بنویسید که بتونید از هر دوتا به همون اندازه بردارید. الان من میتونم از اینجا دوتا x بردارم؟ نه، یه دونه x. چجوری دوتا میخوای برداری؟ ولی میتونم از اینجا یه دونه x بردارم. پس شما حتما باید اون توان کمر رو در نظر بگیرید که بتونید از هر دوتا اون اندازه رو بردارید. پس من x رو مینویسم، حالا میام هر دو رو بر 4x تقسیم میکنم. در واقع میگم این 4x رو از هر دوتا میکنم، میگم این 8 تقسیم بر 4 میشه 2. یا میتونم بگم 4 رو در چی ضرب کنم بشه 8. حالا دو تا x داشتم، یه دونش رو اینجا نوشتم، یه دونه x باقی میمونه دیگه. به اضافه 4 رو تو چی ضرب کنم بشه 12؟ در 3 ضرب کنم. xش چی؟ یه دونه x داشت، xش رو هم کندم دیگه، تموم شده، x نداره. خب این رو خودت حل کن، همین الان حل کن. این رو حل کنید. خب این رو حل کردید، اجازه بدید من یه دونم از اینا براتون حل کنم. خب کدوم رو حل کنیم؟ این رو حل میکنم یا وسطی، فرقی نداره. خب این رو اگه بخوام حل کنم، خب اجازه بدید اینو حل کنم بهتره. واسه 5 و 10 و 15 شما یه عدد پیدا کن که هر سه تا بر اون بخش پذیر باشن. بر چند بخش پذیرن هر سه تا؟ مشخصه، بر 5 بخش پذیرن. این از این. بعد میایم چیکار میکنیم؟ حالا برای x و y، اینجا x به توان 2 دارم، اینجا x به توان 1 دارم، اینجا x به توان 2. گفتیم توان کوچیک‌تر رو می‌نویسیم که بتونیم از همشون به اون اندازه برداریم. اینجا y به توان 1، اینجا y به توان 2، اینم y به توان 1. کدوم رو بنویسم؟ مشخصه، توان کوچیکه یعنی y. حالا میگم چیکار میکنم؟ میگم همه رو بر این 5x y باید تقسیم کنید. خب میگم 5 تقسیم بر 5، یا میگم 5 رو در چی ضرب کنم بشه 5؟ در یک باید ضرب کنم. اینجا باید یک بنویسم که معمولا ضریب یک رو نمینویسیم مگر اینکه چیز دیگه ای باقی نمونه. میگم دو تا x داشتم، یه دونش رو اینجا نوشتم، یه دونه x دیگه باقی میمونه. یه دونه y داشتم، اون یه دونه y رو هم نوشتم، پس تو این قسمت چیزی نمونه. منهای اینجا منهاست. میگم 5 رو در چی ضرب کنم بشه 10؟ یا 10 تقسیم بر 5 2. حالا x و y یه دونه x داشتیم، اون یه دونه x هم اینجا نوشتم. دو تا y داشتم، یه دونش اینجاست، یه دونش رو هم باید اینجا بنویسم. به اضافه 15 x به توان 2 y. خب 5 رو در چی ضرب کنیم 15 تحویل بده؟ باید در 3 ضرب کنیم. x به توان 2 دو تا x بوده، یه دونش رو که اینجا نوشتم، یه دونه x میمونه. y هم که یه دونه بوده، همون یه دونش رو هم برداشتیم. این از این. پس این از اتحاد، این از تجزیه با فاکتورگیری. حالا شما میتونید اینها رو هم بیاید با استفاده از فاکتورگیری حل کنید. اما تجزیه با استفاده از اتحاد مستوج. برای تجزیه با استفاده از اتحادها اجازه بدید من قبل اینکه این رو حل کنم، توی این قسمت گفتیم با استفاده از فاکتورگیری که توضیح دادیم. توی تجزیه با استفاده از اتحادها ما 3 تا اتحاد خوندیم: مربع، مزدوج و اتحاد جمله مشترک. اتحاد مربع توی تجزیه خیلی کاربرد نداره، در واقع میتونیم اونها رو هم قسمت بیشترشون رو با استفاده از اتحاد جمله مشترک حل کنیم. پس من همون اتحاد جمله مشترک رو براتون توضیح میدم. توی اتحادها ببینید، اولا اتحادها حتما باید اون چند جمله‌ای که میخوایم تجزیه کنیم باید درجهشون بیشتر از 1 باشه، یعنی درجه 2 به بالا باشن. درجه چی بود؟ توان. یعنی مثلا اگه همچین چیزی بود 5x منهای 3، خب این درجه که با استفاده از اتحاد که تجزیه نمیشه، باید از فاکتورگیری استفاده کنیم. مثلا همچین چیزی باشه
CAX. خب اگر همچین چیزی باشه حتما با فاکتور گیره. پس اینا مخصوص درجه 2 به بالا هستن که از اتحادها استفاده میکنه. برای تجزیه با استفاده از اتحادها میگیم دو تا حالت وجود داره. یا اون عبارتمون دو جمله‌ایه یا اینکه سه جمله‌ایه. اگر دو جمله‌ای بود میگیم شاید با اتحاد مزدوج حل بشه. شاید ها، حتمی نیست. اتحاد مزدوج. اگه قرار باشه تجزیه کنیم با استفاده از اتحاد مزدوجه. اگه سه جمله‌ای باشه میگیم احیانا با اتحاد جمله مشترک حل بشه. خب میگیم شاید، چون شاید اصلا تجزیه نشه. ولی خب اگه قرار باشه با اتحادها حل بشه، دو جمله‌ای ها اتحاد مزدوجن، سه جمله اتحاد جمله مشترک. حالا بیایم مثال حل کنیم. ببینید اتحاد مزدوج توی تجزیه یادتونه دیگه، ما گفتیم اتحاد مزدوج دو تا پرانتز داشت. خب این دو تا پرانتز رو شما در هم ضرب می‌کردیم، میشد اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. پس دو جمله داشتیم. پس میگیم اتحاد مزدوج دو تا جمله داره. خب بینشون هم حتما منهاز. ببینید دو جمله بینشون حتما منهاز. و بعدش هم این دو تا جمله هر دو تا باید مربع کامل باشن، یعنی در واقع توان دو داشته باشن. مثل اینجا این x به توان دو، این خودش 9 به توان دو بوده. توی این حالت چیکار میکنم؟ میگم خب دو تا پرانتز داشتی، دو تا پرانتز رو باز میکنم. جمله اولم چی بوده؟ x بوده، توی هر دو تا x میذارم. جمله دوم این نوع چی بوده؟ 3 بوده به توان دو، توی هر دو تا 3 میذارم. فقط یکیش منفی یکیش مثبت. به همین راحتی. این یکی. خب نگاه میکنم میبینم دو تا جمله دارم، وسطش منهاست. این آیا مربع کامل هست؟ میتونم به صورت توان دو بنویسم. 4ش میگم 2 بوده، ایگرگش هم که مشخص همون ایگرگ بوده که به توان دو رسیده. این چی؟ میگم این 1/4 چند بوده؟ 1/2 بوده به توان دو. این زده چند بوده؟ زد خودش توان دو داشته که وقتی به توان دو رسیده دوباره شده چی؟ توانش شده 4. پس میگم دو تا پرانتز باز میکنم. جمله اولم چی بوده؟ میگم 2y بوده توی هر دوتا. جمله دوم این 1/4 1/2 بوده. خب این 1/4 1/2 بوده. این زد به توان 4 زد به توان 2 بوده خودش. اینجا به همین صورت 1/2 زد به توان، فقط یکی منها یکی به اضافه. این یکی خب 4a به توان 2 منهای 25. این 4a چند بوده دوستان؟ 2a بوده. 2a به توان 2 رسیده. این 25 چند بوده؟ 5 بوده. 5 به توان 2. پس میگم دو تا پرانتز رو باز میکنم. جمله اول 2a، جمله دوم 5. یکی منها یکی جمع. به همین راحتی. این رو هم خودت حل کن. حل کنید همین الان. خب بله، این نو x 3x بوده، نو x به توان 2 3x بوده. y به توان 2 هم همون y بوده دیگه. یکی منها یکی جمع. به همین راحتی حل شد. حالا میرسیم به اتحاد. خب اینا رو هم ولش کن فعلا، لازم نیست. میرسیم به اتحاد جمله مشترک. ببینید توی اتحاد جمله مشترک گفتیم 3 تا جمله داریم. پس اولا باید 3 جمله داشته باشه. جمله اولمون مربع کامله، چون میگفتیم جمله مشترک به توان 2. بعد پس اینا رو بیایم بررسی کنیم. پس میگیم 3 تا جمله داریم. جمله اول چیه دوستان؟ مربع کامله. در واقع معمولا همیشه x به توان 2. خب ببینید همشون x به توان 2. جمله دوم اونی که x همراهشه جمع دو تا عدده. جمله سوم ضرب دو تا عدده. دو تا عدد غیر مشترک. ما همیشه از ضرب شروع میکنیم. ضربش راحته. میگم باید دو تا عدد پیدا کنم ضربشون بشه 10 مثبت 10 جمعشون بشه مثبت 7 یا بعضی وقتا شاید منهاشون بشه مثبت اون عدد. خب دو پرانتز رو باز میکنم. جمله مشترک گفتیم توی هر دو تا x. دو تا عددی که ضربشون بشه 10 چندن؟ 2 5 تاست دیگه. 2 ضرب در 5. پس اعداد رو پیدا کردم. 2 و
5. اما علامتشون مهمه. علامتاشون مثبت هم منفی هم چی هم؟ ببینید ما توی جمع همیشه علامت عدد بزرگه رو می‌نویسیم. میگم چون جمعش مثبت شده عدد بزرگمون یعنی 5 حتما مثبت بوده. حالا علامت اون رو پیدا کردم مثبت. علامت کوچیکه یعنی 2 چی؟ اون رو میگم این مثبتی که پیدا کردم در علامت ضربشون دوباره ضرب میکنم. مثبت در مثبت میشه مثبت. اینم مثبت بوده. خب اجازه بدید این رو حل کنیم. این میگم این جمله اول توان 2 داره، پس این میشه جمله مشترکمون. جمله مشترکمون چیه؟ ایگرگه. حالا اعداد، 2 تا عدد پیدا کن ضربشون بشه 6. اینجا ضریب نداره، ضریبش 1 اگه نداشت. جمعشون یا منهاشون بشه 1. جمعشون یا منهاشون بشه 1. خب از ضرب شروع کنید. 2 تا عدد پیدا کنید ضربشون بشه 6 دوستان. چه عددی ضربش در چه عددی میشه 6؟ یا 1 ضرب در 6 بوده یا 2 ضرب در 3. حالا کدوم یکی از اینا به درد میخوره؟ اون یکی به درد میخوره که یا اگه جمع کنیم بشه 1 یا منها کنیم. خب شما 1 رو با 6 جمع کن میشه 7. منها کن 6 منها 1 میشه 5. این به دست نمیاد، پس این به درد نمیخوره. اما 2 3 درسته جمعشون میشه 5، به این نمیخوره. اما منهاشون کنیم 3 منهای 2 میشه 1، میخوره بهش. پس یکی 3 بوده یکی 2 بوده. اما علامتشون میگیم علامت بزرگه یعنی 3 مثل اینه مثبته. علامت کوچیکه رو چجوری پیدا میکنید؟ این دوتا رو در هم ضرب کنید. این مثبت رو در ضرب ضرب کنید. یعنی این رو هم در این ضرب کنید. مثبت در منفی میشه منفی. پس میشه منفی 2 و مثبت 3. خب حل کنیم یه دونه دیگه. این رو خودت همین الان حل کن. حل کن شاید امتحانت این اومد. خب بسیار عالی، بیایم حل کنیم. خب اولا میگم چون 3 جمله‌ایه اینم توان 2 داره، احتمالاً اتحاد جمله مشترک باشه. 2 تا عدد باید پیدا کنم ضربشون بشه منفی 8، جمعشون هم بشه منفی 2. خب از ضرب شروع میکنم. 2 تا عدد پیدا کنم ضربشون بشه 8، یا 1 8 بوده یا چی 2 4 تا. 1 8 که به در نمیخوره چون چه جمعشون کنم میشه 9، 2 نمیشه، منها کنم میشه 7، 2 نمیشه. اما این دوتا چرا جمعشون میشه 6 به در نمیخوره، اما منهاشون به درد میخوره. منهاشون به درد میخوره میشه 2. از همینجا چون منها میکنن مشخص علاماتشون مثل هم نبوده. حالا اجازه بدید من پرانتزا رو باز کنم. جمله مشترک x بوده توی هر دوتا. اعدادمون هم یکیش 2 یکیش 4. حالا علامت میگم علامت بزرگه 4 عین اینه منفی. پس 4مون منفیه. علامت کوچیک ضرب این دوتا منفی در منفی مثبت 2. این عمل شد. حالا یه وقتی از دوستان شما اول باید فاکتور گیری کنید. همیشه توی تجزیه دقت کنید، اول ببینید آیا میتونید فاکتور گیری کنید یا نه. یعنی ببینید آیا یه چیز مشترکی وجود داره یا نه. الان اینجا اگه دقت کنید توی این ستا آیا من میتونم از یه چیز مشترک فاکتور بگیرم؟ خب اگه دقت کنید همشون بی توشون هست، پس من میام از یه دونه بی فاکتور میگیرم. در واقع یه دونه بی رو از همه میکنم. x به توان اینجا بیش رو بکنیم x به توان 2 میمونه. اینجا بی رو بکنیم منفی 5x میمونه. اینجا بی رو بکنیم منفی 50 میمونه. خب بعد نه همینجوری این رو نوشتید برید سراغ سوال بعدی خوشحال و خندان برید دیگه بگید حل کردم. نه، داخل پرانتزت رو نگاه کن ببین آیا دوباره نمیتونید این بار با اتحاد حل کنید. پس مرحله اول فاکتور گیری، مرحله بعدی باید دقت کنیم شاید بشه از اتحاد استفاده کرد. خب نگاه میکنم میبینم 3 تا جمله دارم. خب جمله اولم که توان 2 داره مربع کامله. این دوتا هم ظاهرا بهشون میخوره این ضرب 2 تا عدد باشه اینم جمع 2 تا عدد باشه. پس میتونم بگم اتحاد جمله مشترک بوده. خب 2 تا عدد پیدا کن ضربشون بشه 50، جمعشون هم بشه 5 یا منهاشون بشه 5. اونایی که ضربشون میشه 50 یا 1 ضرب در 50 بوده یا 2 ضرب در 25 بوده که مشخصه به درد نمیخورن، یا 5 ضرب در 10 بوده. خب این دوتا که به درد نمیخورن چون چه جمع کنیم چه منها کنیم 5 نمیشه، ولی این چرا به درد میخوره. عدد بزرگ 10 علامتش مثل اینه منفی 10 بوده، اینم منفی در منفی میشه مثبت. پس به این شکل بوده.
پس من تجزیه رو کامل کنم، یه دونه بی از اول داشتم، حواست باشه اون رو دوباره بنویس. این هم که اتحاد جمله مشترک بود، 2 تا پرانتز باز میکنم، جمله مشترک هم x. خب این دوتا هم ضرب این دوتا هم که جمله غیر مشترک بود، یکیش مثبت 5 یکیش منفی 10. فرقی نداره شما کدوم رو اول بنویسید، اول x منهای 10 رو بنویسید یا x به اضافه 5 رو، توی این قسمت فرقی نداره. خب فکر میکنم کافیه دیگه، تجزیه هم به صورت کامل مرور شد. حالا خودتون این دوتا رو هم سعی کنید حل کنید، سعی کنید این کار رو انجام بدید. من برگردم سراغ مبحث اصلیمون. خب حالا اصلا این همونی بود که حل کردیم، فقط علامتشون فکر کنم فرق داره. بله دقیقاً، از یه بی فاکتور گرفتیم. خب بعد که از یه بی فاکتور گرفتیم شد x به توان 2 به اضافه 5 x منهای 50. توی اونی که ما حل کردیم این مثبت بود این منفی بود. خب دو تا عددمون یکیش 10 یکیش 5. 10 ضرب در 5. علامت بزرگ مثل اینه، مثبت، علامت کوچیک میشه مثبت در منفی منفی. پس 10 مثبت 5 منفیه. تو این یکی که ما حل کردیم برعکس بود. خب این دقیقاً این رو هم حل کردیم، منفی 6 رو فقط علامتشون فرق داشت. خب پس من میگم این جمله مشترکمون ایگرگه که نوشته، بعد اینجا یک ضریبش 2 تا عدد باید پیدا کنم، ضربشون بشه 6 جمعشون بشه منفی 1. خب اعداد 2 و 3 بودن. حالا علامتشون میگم علامت بزرگ مثل اینه، منفی، اینم منفی در منفی مثبت، به این شکل بوده. پس مثبت 2 منفی 3. به این صورت جوابش به دست اومد. خب تجزیه و اتحاد خیلی مهم بود، به همین خاطر گفتیم دیگه کامل مرور کنیم. حالا بیایم سراغ این قسمت. یکی از سوالات بافتداره که امسال هم گفتیم همچین سوالاتی میاد، شما از این سوالات نباید بترسید. ببینید قسمت اولش معمولا یه داستانی تعریف میکنه، میگه مثلا فلانی زینب این کار رو کرد، برادرش این کار رو کرد، و در آخرش سوال رو از شما میپرسه. گفته جشنواره نوجوان خوارزمی هر سال ویژه دانش آموزان دوره متوسطه اول برگزار میشه. خب مبارک. سارا و معصومه دوست و همکلاسی هستن، خب که در زیر محور فناوری اطلاعات از محور ریاضی شرکت کردن به سلامتی. اونها یک بازی رایانه‌ای طراحی کردن که روش بازی اینگونه است. اگر 2 تا عدد وارد کنیم، پس چیکار کردن؟ یه بازی طراحی کردن که بازی اینجوریه، اگه 2 تا عدد وارد کنیم خروجی بازی مجموع اون 2 تا عدده، یعنی عدد بهش میدی 2 تا عدد بهش میده، جوابش رو جمعش رو به شما میده. 2 و 3 وارد کردم 5 بهتون داده، 7 و 6 وارد کنید 7 و 6 رو جمع میکنه 13 بهتون تحویل میده. میگه اگه 2 عدد ورودی 2 به توان منفی 1 و 5 به توان 1 باشن چی بهتون میده؟ خب جمعشون میکنه دیگه. پس میگم چیزی که دستگاه به ما میده جمع میکنه، میگه 2 به توان منفی 1 به اضافه 5 به توان منفی 1. دستگاه این رو تحویل ما میده. حالا میگه اینو حل کن، در واقع به جای اینکه سریع بگه حاصل این عبارت رو به دست بیار، اومده یه داستان تعریف کرده. خب این رو من چجوری حل کنم؟ توان منفی رو یاد گرفتیم دیگه، گفتیم برای حل توان منفی شما باید عددت رو معکوس کنی. خب این که کسری نیست، خودم مخرج 1 بهش میدم، حالا برعکسش میکنم، 2 یکم میشه 1 دوم. توانش رو چیکار میکردیم؟ توانش منفی 1 میشه مثبت 1 به اضافه اینم معکوس میکنم، مخرج 1 بهش میدم، 5 یکم میشه 1 پنجم. توانش مثبت میشه، توانش منفی میشه مثبت. حالا 1 دوم به توان 1 میشه چقدر؟ هر عددی به توان 1 میشه خودش 1 دوم به اضافه 1 پنجم به توان 1 میشه چقدر؟ اونم همون میشه 1 پنجم. خب الان یه سری از دوستان یه حرف زشتی رو میزنن، میگن خب 1 به اضافه 1 میشه 2، 2 پنجم میشه 7. همچین چیزی نداریم توی جمع و تفریق کسرها. شما نمیتونی صورتها رو با هم جمع کنی، مخرج‌ها رو با هم جمع کنی، باید مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک واسه 2 و 5 میشه 10. بعد میای میگی این 2 در چی ضرب شده 10؟ در 5 ضرب شده، پس صورتش رو هم در 5 ضرب میکنم، 1 5 تا 5 به اضافه این 5 تو چی ضرب شده در 2 ضرب شده، پس صورتش رو هم در 2 ضرب کن، 1 ضرب در 2 میشه 2. پس 5 به اضافه 2 میشه 7. 7 چندم؟ 7 دهم.
به این صورته. پس ماشینی که اینا طراحی کردن 17 تحویل میده به این صورت. خب این از این و این هم یکی از سوالات بافتار بوده که خب تقریبا برای بعضی از دانش آموزا سنگین بوده. میگه بهره هوشی افراد مختلف از این فرمول به دست میاد. میخواید بهره هوشی رو محاسبه کنی، باید از این فرمول استفاده کنید. سن هوشیت رو تقسیم بر سن تقویمیت کنید. سن تقویمی چیه؟ همون سن خودت، یعنی سن شناسنامه‌ای. مثلا 14 سالته، همون 14 سال. سن هوشی، خب بعضیا مثلا شاید به نسبت سنشون هوششون بیشتر باشه، مثلا سنش 14 است اما هوش یه فرد 18 ساله رو داره. 18 رو بر 14 تقسیم میکنیم، بعد ضرب در 100 میکنیم. بعضیا شاید مثلا کمتر باشه. خب به دست میاد در صورتی که بهره هوشی را با آی، این رو با آی نشون میدیم، آی. خب سن هوشی رو با ای، این رو با ای، و سن تقویمی رو با سی نشون بدیم. پس فرمول این شکلیه، میشه I مساویه با سن هوشیمون A، سن تقویمی C ضرب در 100 نمایش دهیم. همچنین کمترین و بیشترین بهره هوشی را به ترتیب 80. یعنی کم کمش فرد بهره هوشیش 80، خیلی زیاد باشه 140 فرض کنیم. یعنی I، یعنی این بهره هوشی بین 140 تا 80 دیگه. بهره هوشی بین 80 تا 140. بهره هوشی همون I بود. یعنی جواب این عباره. بیشترین سن هوشی یک دانش آموز 14 ساله رو به دست بیاری. میگه اگه اون فرد 14 سال باشه بیشترین سن هوشیش چنده، یعنی A چنده. در واقع ببینید اینجا فرمولمون اینه دیگه، A تقسیم بر C ضرب در 100. ما چی رو میخوایم؟ میگه بیشترین سن هوشی. سن هوشی چی بود؟ A. میگه Aش حد اکثر چقدره؟ یک دانش آموز 14 ساله. 14 ساله سن تقویمیشه دیگه. خب ما میایم از این رابطه استفاده میکنیم. A رو ندارم، A رو مینویسم، تقسیم بر C چنده دوستان؟ 14 ضرب در 100. میگه بیشترینش چنده؟ خب بیشترین سن هوشی این دانش آموز چنده؟ ما گفتیم خیلی زیاد باشه چنده دوستان؟ 140 دیگه. خیلی زیاد باشه 140. پس میگیم کوچیکتر یا مساوی 140. کوچیکتر یا مساوی 140. الان این رو اگه دقت کنید یه دونه نامعادله است دیگه. این رو بخوایم حل کنیم یه دونه نامعادله به ما داده. پس ببینید تنها کاری که انجام دادم جایگذاری کردم. A رو نوشتم مثل خودش چون A رو ندارم. سن تقویمیم رو به هم داده 14، جایگذاری کردم. ضرب در 100 رو هم داره. چون گفته حد اکثر 140، این میگه بیشترینش چنده؟ خب من میگم بیشترینش باید 140 باشه. میام چیکار میکنم؟ این رو حل میکنم. یه دونه نامعادله است. خب اولا این نامعادله یه مشکلی که داره کسریه. نامعادلات کسری خب این مشکل رو دارن. برای اینکه از این حالت خارج بشه ما می اومدیم چیکار میکردیم؟ همه رو ضرب در مخرج مشترک میکردیم. مخرج مشترک همون یه دونه از دیگه، همون ضرب در 14 میکنه. پس همه رو ضرب در 14 میکنم که راحت‌تر حل بشه. خب اگر بیام این رو در 14 ضرب کنم، ببینید پس من اجازه بدید این رو این شکلی بنویسم براتون. میگم هم این قسمت رو در 14 ضرب میکنم، هم این طرف رو در 14 ضرب میکنم. اینجا فقط یه جمله. این 14 اینجا با این 14 میره، میشه A ضرب در 100 میشه 100 A میمونه. 100 A کوچیکتر مساوی. حالا اینجا 140 ضرب در 14. خب 14 ضرب در 14 میشه 196. یه دونه صفر هم داره میشه 1960. از اینجا یه نامعادله است. میگم چی؟ A رو می نوشتیم کوچیکتر یا مساوی 1960 رو تقسیم بر 100 می کردیم. 1960 تقسیم بر 100. این صفرش با یه دونه از صفر این میره. حالا 196 تقسیم بر 10 میشه چقدر؟ میشه 19 و 6 دهم دیگه. یه دونه ممیز جابجا میشه، میشه 19 و 6 دهم. یعنی چی؟ یعنی A کوچیکتر یا مساوی 19 و 6 دهم. یعنی حد اکثر سن تقویمی این دانش آموز 19 و 6 دهم ساله. 19 سال خورده ایه. خب پس ببینید یه مرور داشته باشیم چیکار کردیم.
کاری که انجام دادیم، اول اومدیم جایگذاری کردیم، فرمول رو به ما داده بود، خب جایگذاری کردیم A تقسیم بر C ضرب در 100. بعد به جای C سن تقویمی 14 گذاشتیم، در یه 14 ضرب کردیم و نامعادله رو حل کردیم. ببینیم سوال بعدی چیه. خب یک شرکت حقوق ماهانه کارمندان خود را اینگونه محاسبه میکنه. حقوق پایه هر کارمند 12 میلیون تومانه. حقوق پایه یعنی کمترین مقدار 12 تومنه، یعنی اون فردی که اول استخدام میشه 12 تومن بهش میدن و به ازای هر سال سابقه 700,000 تومن به حقوق پایه اضافه میشه. X را سابقه کار و Y را حقوق ماهانه در نظر بگیرید. پس ببینید مثلا فردی که همین امسال بازنشسته شده گفته چیکار کنید؟ گفته حقوق رو Y در نظر بگیرید. میگیم اونی که امسال استخدام شده حقوقش همون 12 میلیونه. خب فردی که 1 سال استخدام شده، خب اون 12 میلیون رو داره، به اضافه 700,000 تومن هم هر سال بهش اضافه میشه دیگه. خب این صفر سابقش، سابقه صفر، این سابقش 1 ساله. حالا اگه 2 سال باشه استخدام شده باشه، ایگرگ میگیم اون 12 میلیون رو که داره، به ازای هر سال هم 700,000 بهش اضافه میشه، پس میشه 2 تا 700,000 دیگه. 700,000 ضرب در 2. به این صورت فردی 3 سال سابقه داشته باشه، این 12 میلیون رو که داره میشه 700,000 ضرب در 3. 10 سال سابقه داشته باشه 12 میلیون به اضافه 700,000 ضرب در 10. حالا میگه اگر x سال سابقه داشته باشه، خب به جای این 3 می‌نویسم x دیگه، پس میگم اگر x سال سابقه داشته باشه اونم 12 میلیون رو که داره، به ازای هر سال 700,000 بهش اضافه میشه 700,000 ضرب در x، میشه 700,000 x. از این رابطه به دست میاد فرمول محاسبه حقوق به این صورت. حالا میگه حقوق ماهانه کارمندی با 3 سال سابقه کار، یعنی به جای x 3 بذار، به جای x 3 بذاریم، به جای این x 3 میذارم، میگیم y مساویه 12 میلیون به اضافه 3 سال سابقه داره، هر سال 700,000 بهش اضافه میشه، پس میشه 3 تا 700,000 تومانی ضرب در 3. خب 3 تا 700,000 تومانی اول باید ضرب رو حل کنیم، حواسمون باشه 3 تا 700,000 تومانی میشه 2 میلیون و 100,000 به اضافه 12 میلیون میشه چقدر؟ 14 میلیون و 100,000 تومان. به این صورت این هم از. خب اما این قسمت خیلی مهمه، فصل 6 خیلی خیلی مهمه و سوال ازش میاد. گفته با کامل کردن جدول زیر نمودار خط به معادله این رو رسم کنید. خب ما گفتیم برای رسم یک خط شما جدول تشکیل میدید، 2 نقطه به جای x انتخاب کنید و بعد بیاید ایگرگش رو طبق معادله به دست بیارید. ما گفتیم این نقاطی که انتخاب میکنیم معمولا چون میخوایم دردسر نشه برامون اعداد کوچیک انتخاب میکنیم که هم محاسباتش آسون باشه، همین که روی محورم خواستیم نشون بدیم دیگه دچار مشکل نشیم. 0 رو بعد 1 رو انتخاب میکردیم. حالا ایشون خودش اومده گفته 0 رو 5 در نظر بگیرید، ما هم روش زمین نمیندازیم، همون 5 رو در نظر میگیرم. میگم اگه x هم 0 باشه y هم میشه چی؟ اینجا به جای x مون 0 میذارم. خب منفی 0 هم میشه 0. 0 به اضافه 3 میشه 3. پس میشه 0 و 3. نقطه اولمون 0 و 3. حالا میگه این بار 5 بذار. میگه این بار به جای این که 0 گذاشتی 5 بذار. خب اگه بخوام 5 بذارم دوستان این شکلی میشه، یه دونه منفی پشتشه میشه منفی 5 به اضافه 3. خب منفی 5 و مثبت 3 میشه چقدر؟ میشه منفی 2. پس جواب ایگرگ توی این حالت میشه منفی 2. 5 و منفی 2. 5 و منفی 2. میام اینا رو جایگذار توی اینجا پیدا میکنم. این محور بالای x پایینی ایگرگه، این x بالای ایگرگه. خب
الان میگه ایکسش صفره، یعنی نه این وری نه این وری نمیریم، 3 تا میریم بالا. 1 2 3. این از اولی. بعد ایکسش 5، روی محور ایکس ها 5 تا میرم. 1 2 3 4 5. علامت نزنید. بعضیا سری میان خب میگن این 5 علامت میزنن. نه، شما باید هر دوتا رو پیدا کنید. پس این نه. پس میگم 5 تا، حالا منفی 2، 2 تا باید بیام پایین. 2 تا میام پایین. 1 2. این میشه نقطه‌ای که داریم. حالا این دو نقطه رو به هم وصل کنید به این صورت. الان این نمودار خط چیه؟ اون خطی که بهمون گفته y مساوی با منفی x به اضافه 3. y مساوی منفی x به اضافه 3. به همین راحتی حل شد. میگه عرض از مبدأ این خط چه عددیه؟ عرض از مبدأ گفتیم عرض از مبدأ چیه؟ جایی که نمودار محور y ها رو قطع میکنه. خب کجا محور y ها رو قطع کرد؟ اینجا توی مثبت 3. هم از روی نمودار مشخصه، هم از روی خود معادله هم مشخصه. این میشه عرض از مبدأ مثبت 3. آیا این خط با خطی به معادله y مساوی با x به اضافه 5 موازیه؟ ببینید دو تا خط کی با هم موازیان؟ مثلا این خط الان اگه با این خط موازی باشه چیشون مثل همه؟ شیبشون مثل همه دیگه. پس میگیم دو تا خط وقتی موازیان که شیبشون مثل هم باشه. خب شیب این چنده؟ شیب گفتیم ضریب x. ضریب x اینجا چنده؟ 1. مثبت هم هست. ضریب این چنده؟ منفی 1. پس این دوتا خط موازی نیستن، چون این مثبت 1 شیبش، این منفی 1. این دوتا در واقع عمود بر هم بخواید رسم کنید ببینید که عمودن، که البته این مهم نیست. میگیم خیر. حالا چراشو نگفته. اگه میگفت چرا میگفتیم چی؟ میگیم چون ما شیبشون برابر نیست. خب حالا گفته نمودار خطی رو رسم کنید که با خط این موازی بوده. خب نگفته این رو رسم کنید، میگه با این خط موازی باشه. مثل همون بالاییه، اما موازیشو گفته. در واقع معادله همونه. میگه با این موازی بوده و محور عرضها رو در نقطه 0 و منفی 3 قطع کنه. خب گفتیم معادله خط چجوری دوستان؟ اول شما ببینید نگفته این رو رسم کن، میگه معادله خطی رو رسم کن که با این موازی باشه. معادله خط گفتیم در حالت کلی y مساوی با ax به اضافه b. شما باید a و b رو پیدا کنید. a چی بود؟ شیبش. خب a شیب رو داده، شیب رو نگفته چنده، اما میگه با این موازیه. خب وقتی موازیه شیبشون برابره. شیب این چنده؟ شیبش ضریب x ضریب نداره 1، اما یه منفی هم پشتشه، میشه منفی 1. پس این میشه منفی 1. بعد میگه از نقطه عرضها رو اینجا قطع کنه. اینجا کجاست؟ 0 و منفی 3. ببینید 0 و منفی 3 کجاست؟ اینجاست. میگه اینجا نمودار رو قطع میکنه. خب این نقطه همون میشه عرض از مبدأ. پس یادت باشه وقتی میگه خط رو توی 0 رو مثلا یه چیزی قطع میکنه، این حتما میشه عرض از مبدأ. کی میشه عرض از مبدأ؟ وقتی بالایی 0 باشه. اگر بالایی 0 بود اون عدد پایینیتون حتما چیه؟ عرض از مبدأ. پس بیمونم پیدا کردیم منفی 3. پس معادله این شکلیه دوستان. میشه y مساویه y مساویه چی دوستان؟ به جای a منفی 1x به جای b هم منفی 3. معادله این شکلیه که معمولا این یک رو هم نمی نویسن دیگه، همون نویسن منفی x. این یک رو نمیسیم. معادله این شکلیه. میگه این رو رسم کن. خب چجوری رسم کردیم؟ جدول تشکیل میدادیم. اینجا x، اینجا y، پایین x و y. گفتیم دو تا نقطه دلخواه در نظر میگیریم. x رو معمولا 0 یه بار هم 1 در نظر میگرفتیم. خب حالا اگر من به جای x 0 بذارم تو این معادله، این رو 0 بذارم، منفی 0 هم میشه 0. میشه منفی 3. 0 و منفی 3. هم نقطه عرض از مبدأش بوده دیگه. همین جایی که مشخص کردیم. حالا اگه 1 بذارم به جای x مون، میشه منفی 1 منهای 3. منفی 1 و منفی 3 میشه منفی 4. پس میشه 1 و منفی 4. این دوتا رو پیدا میکنم. 0 و منفی 3 که اینجاست، منفی 1 و منفی 4 یه دونه جلو 4 تا پایین. 1 2 3 4 میشه اینجا. این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنیم و ادامه میدیم. چون خطه ادامه میدیم دیگه، پاره خط نیست. این میشه معادلش. میگه آیا این خط از این نقطه عبور میکنه؟
از کجا بفهمم عبور میکنه یا عبور نمیکنه دوستان؟ از کجا بفهمیم عبور میکنه یا عبور نمیکنه؟ برای اینکه تشخیص بدیم از یه نقطه عبور میکنه، یا میتونید شما از روی شکل تشخیص بدید، یا اینکه چیکار کنید؟ ببینید اون بالایی x یا y، این بالایی چیه؟ این بالایی x، پایینیه چیه؟ y. میگم اگه قرار باشه از این نقطه عبور کنه، باید این نقطه توی معادله صدق کنه. یعنی چی توی معادله صدق کنه؟ یعنی اگه به جای x2 بذاری باید y تون -3 به دست بیاد. خب میام این کار رو انجام میدم. به جای x توی معادلش که به دست آورده بودم، معادلش اینه، توی این معادله به جای اینا رو اجازه بدید من پاک کنم. خب اینا رو کلا باید پاک کنم. معادله این شد: y مساوی -x -3. به جای xش 2 میذارم ببینم جواب -3 میشه یا نه. اگه شد میگم روی اون خط هست، اگه نشد روی خط نیست. پس میگم y مساوی -x -3. به جای x 2 میذارم ببینم چی میشه. خب میشه -2 منهای 3. -2 منهای 3 میشه چقدر؟ میشه -5. y شد -5. یعنی چی؟ یعنی روی اون خط نیست، چون باید -3 میشد. میگیم خیر، نمیگذرد. خیر. خب این نامعادله رو هم اجازه بدید حل کنیم و یه استراحتی بکنیم دیگه. خب میگه این نامعادله رو حل کنید. برای حل نامعادله دوستان عین حل معادله است. 3 تا مرحله داشتیم. مرحله اول معلومه رو میبریم یه طرف، مجهوله یه طرف، بعد جمع و تفریق اگه لازم بود انجام میدادیم، مرحله آخر تقسیم میکردیم. خب میام پس من این کار رو انجام میدم. میگم اولش اینجا چی وجود داره؟ ضربه. اینجا ضربه. این 3 رو در هر دوتا ضرب میکنم. 3 ضرب در x میشه 3x منهای 3 تا 3. بزرگتر یا مساوی این رو بذارید بنویسم 2x به اضافه 1. خب به این صورته. حالا مرحله اول معلوم ها رو میبرم یه طرف، مجهول یه طرف. 3x سر جای خودش، این 2x یه دونه اینجا مثبته میاد این ور میشه -2x. خب بزرگتر مساوی مثبت 1 سر جای خودش، این -3 رو هم باید بفرستم اونور. وقتی میره اونور میشه مثبت 3. خب اجازه بدید با همون رنگ بنویسم مثبت 3. 3x منهای 2 تا x میشه 1x که گفتیم این ضریب رو اگر 1 بود ننویسیدم مشکلی پیش نمیاد، پس نمی‌نویسم x. بزرگتر یا مساوی 1 به اضافه 3 میشه 4. مثبت 1 و مثبت 4 میشه 4. x بزرگتر مساوی 4. خودش جواب به دست اومد دیگه. x بزرگتر یا مساویه با 4. به همین راحتی. میگه جوابش رو بنویس. x بزرگتر مساویه 4. ببینید جواب خودش به دست اومد. حالا مثلا اگه اینجا 1 نبود 2 بود یا هر چیزی، مثلا همچین چیزی به دست اومد، اجازه بدید یه دونه نامعادله دیگه براتون حل کنم چون مهمه. خب من همینجا حل میکنم. اجازه بدید این رو ببینیم چیکار کنیم. خب این رو من ور میدارم، چیزایی که اینجا هست اینا رو میفرستم این ور. خب که اینجا حل کنم. البته این بازم اضافیه ولی خب به هر حال مهم نیست. یه مقدار ریستر بنویسم که جا بشه. ببینید مثلا 10x به اضافه 6 بزرگتر مساوی 12x به اضافه مثلا 10. میخوایم این رو حل کنیم. خب مرحله اول چیکار میکنیم؟ معلوم ها یک طرف، مجهول یک طرف. 10x رو مینویسم. این مثبت 12x میاد این ور میشه -12x. بزرگتر یا مساوی مثبت در سر جای خودش، این مثبت 6 میره اون ور میشه -6. این از مرحله اول. توی مرحله دوم جمع و تفریق 10x منهای 12x اینجا مثبته میشه -2x. بزرگتر یا مساوی 10 منهای 6 میشه 4. توی مرحله آخر دقت کنید توی نامعادله وقتی میایید تقسیم میکنید توی نامعادله
اگر ضریب x تون دوستان، اگر ضریب x اینجا این عدد این منفی 2، اگر اون منفی بود جهت نامعادله عوض میشه. این چاره مهم نیست مثبت باشه یا منفی، مهم ضریب x تونه. اگر اون منفی بود جهت نامعادلت رو عوض کن. خب پس میگم x مینویسم، میام تقسیم میکنم 4 رو بر منفی 2 تقسیم میکنم، چون بر یه چیز منفی تقسیم کردم، چون اینجا منفیه دوستان. جهت نامعادله عوض میشه، روش به سمت x، این بار جهت عوض میشه، این شکلی میشه. خب حالا این مثبت در منفی میشه منفی، 4 تقسیم بر 2 میشه 2. پس x شد چی دوستان؟ x کوچیکتر یا مساوی منفی 2. به این صورت جواب به دست اومد. حالا بعضی وقتا میگه روی محور هم نشون بده. خب خیلی آسونه، قبلا هم حل کردیم توی قسمت‌های قبلی. روی محور بخوام نشون بدم، یه محور اول رسم کنم. خب به این صورت خیلی هم کچ کشیدیم، اجازه بدید پاک کنم ببینم. خب مثل این که بهتره، درسته؟ اینجا 0 باشه، این منفی 1 منفی 2 منفی 3، اینجا مثلا 1 2 3 و الی آخر. میگه x کوچیکتر، این علامت گفتیم چیه؟ کوچیکتر. x کوچیکتر یا مساوی منفی 2. اول منفی 2 رو پیدا میکنم، منفی 2 اینهاش. خب چون مساوی داره تو پره. حالا میگه چی؟ میگه x کوچیکتر یا مساوی منفی 2. میگم کوچیکتر، آیا اینوری برم کوچیکتر میشن یا بیام اینور؟ خب مشخصه که باید بیام سمت چپ و تا از محور رد میشیم ادامه میدیم. اینم از این دوستان. و خب یه استراحتی بکنیم، من گلوم خوش شده، برم یه چایی بخورم و شما یه استراحتی داشته باشید تا بقیه‌اش رو هم با هم بررسی کنیم. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.